فکر میکنه شما اکثریت مردم کلمه لا اله الا الله میدونن؟ هر کسی که کلمه معنی لا اله الا الله را ندونه، برای ما اون دلیل شده نمیتونه که اکثریت مردم میدونن نمیدونن. الله متعال میگه ولا تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثریت مردم برای ما اونا دلیل شده نمیتونن. الله متعال میگه اکثریت مردم پیروی نکن که طرف از راه الله گمراه میکنن. قلیلا ما تؤمنون. الله متعال میگه کمی شما ایمان میاره و قلیل من عبادی الشکور. بندگان شکرگزاری الله کم هستند. الله متعال وقتی که میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کفر به طاغوت بورزد و سپس ایمان بر الله بیارد، اون انسان به ریسمان محکم چنگ زده هست. اون انسان به معنای لا اله الا الله عمل کرده هست. اگر تمام دنیا امروز به شرک بکنن اونها مشرک میشن، تمام دنیا اگر کفر بکنن اونها کافر میشن. ما در این حالت همه اونها را کافر و مشرک میگیم. اگر اونها را ما کافر